به سکوت دلم گفتم به بهترین دوستم چی بنویسم. گفت بنویس، این روزها میگذرد. پس یعنی در بابت گذشتن روزها بدان که این روزها را یاد میاری. پس از یاد آوردنت شاید به تفلکانت قصه کنی. شاید از قصه تفلکانت عبرت گیرند و شاید درک کنند دوستی و رفیقی چیست. نه آن است که با سخن کوتاهک بیرنجی. دوستی هم دور است میگذرد. پس یعنی بابت گذشتنش بگیر دست دوست را محکم بگیر تا دل شکسته از تو نشود. اگر دل شکسته شود شاید بعد چندین سالها باز رو برای هم بزنید. البته تو را میبخشد، برای آنکه میبخشد که وی دوستی حقیقی است. یعنی دوست در غم و شادی یک جوست. همیشه کوشش میکند که از تو لبخند بگیرد. یعنی در غمگینی هایت تو را کوشش میکند بخنداند. پس چه نخود فهمیدن اینقدر دشوار باشد. دوستان سه نوند تو گر بدانی، زبانی اندونانی اند و جانی.